درود به شما دوستان ماهیگیری. با شما هستم با آموزش بستن ابتدا یا انتهای ریسمون به یک هرزگرد. چه زمانی از این استفاده میکنیم؟ وقتی که بخوایم ماهیگیری کنار دریا رو انجام بدیم. در آب شیرین معمولا به این شکل انجام میدیم. سر حلقه رو رد میکنیم، از اینجا هرزگرد رو از توی حلقه بیرون میاریم و یه گره این شکلی ایجاد میکنیم. این کاریه که تو آب شیرین میکنیم، ولی در آب شور این کار رو انجام نمیدیم، بلکه این عمل رو انجام میدیم. سمت دیگه با یک گره جراحی محکم شده یه حلقه ایجاد شده. حلقه رو به این صورت از درون ته هرزگرد عبور میدم و روی خود نخم برمیگردونم به این شکل. حلقه رو آوردم روی خود نخم. حالا باید شکلی شبیه به این رو ایجاد کنم. این دوتا نخ رو برمیگردونم اینجا، این رو هم روی اینجا نگه میدارم. به این صورت. نگاه کنید توی این قسمت میبایست دو طرف نخ یک سمت باشه و این دو طرف یک سمت دیگه. حلقه ای رو که من ایجاد کرده بودم به این شکل برگردوندم روی اینجا، دو تا نخ زیر رو یه مقدار تکون دادم تا مطمئن بشم چیزی شبیه به این رو ایجاد میکنم. حالا 6 مرتبه این رو باید بچرخونم به این صورت. چیزی شبیه به این رو خواهم داشت. حالا به آهستگی این رو جمع میکنم. دو طرف رو میکشم، بافتم رو آهسته آهسته جمع میکنم. خب گره من بسته شد. میتونیم اینجا ببینیم به چه صورتی هست. به این شکل من حلقه ای رو که با یک طرفش با گره جراحی هست یا هر گره دیگه ای که برای ایجاد حلقه هست به هرزگردم متصل کردم.